سلام بچه‌ها، امروز اومدیم خودمون رو به این چالش بکشیم. من و محمد مهدی میخوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ میخوایم با 50 تومن یه روز کامل رو بگذرونیم. حالا چطوری؟ یه نهار، یه صبحونه و یه تفریح مختصر. ببینم میتونیم انجام بدیم. بچه‌ها ببین کی اینجاست. سلام بچه گل یوتیوب. بریم که ببینم چی در پیش داریم. بچه‌ها خلوت دونه 5 تومن، یعنی 45 تومن داریم. ببخشید ولی خودی که باید می‌خریدیم با این خوشمزه سره. نونم هست ولی این چقدر آقا خریدی؟ بریم چقدر؟ فکر میکنم 20 دقیقا 20,000 تومنه. بچه‌ها نصف بریم بشینیم توی یه جایی بخوریم. نیا کن این چالش میخواد بهمون نشون بده که با کم هزینه ترین چیزها هم میشه زندگی کرد. نگاه کن خامه‌ای اصل کردستان. نظرتونه؟ بیا جلو بزنیم. خواهم من اولین لقمه رو میگیرم به عشق همه دوستان. بربری تازه داغ. قاشق نیاوردیم. یه قاشقش مثلا. خوبه بچه قاشقش. خیلی خوبه. بیشترتر بذارم. چه حسی داریم؟ به نظرم با این بودجه که داریم خیلی تو معلوم نیست کجا کنجدار. نون داغ پنیر خامه. بله نه؟ آقا بچه از که مدرسه شدیم بریم میریم. آقا دیگه فکر نکنم تو مدرسه رو بشه ویدیو گرفت. نمیدونم، میگم شاید مدیر و معاون نذارن. و عسکری میخواد ویدیو بگیره. من میرم کارنامه رو میگیرم و میام. آقا عسکر وایسا لحظه. آقا نگاه کن، خدا رو وا کنیم. بیا داخل. یواش داداش. شاید باور نکنید ولی من اینجا درس میخونم. خیلی مرس خوبیه. داش محمد میخواد بره داخل ببینم میخواد چیکار کنه. بچه سایت قطعه و منتظریم تو مدرسه. 2 هفته است ما داریم میایم یه سر میگن سایت قطع. هنوز نمرات نهایی هم نیومد. اعصابش خرابه بگذارید. بچه میدونید من چقدر گل زدم تو اینجا؟ تو بگو بشون. خیلی کلا اکروباتیک هم زدی. به بچه ها این هم از تفریح رایگانمون. این تو بخونه داریم آوردیمش. تفریح رایگانیه. بازی کنیم. به خرج کردن نیست، مهم دله که شاد باشه. عادتی قلی بازی کنیم. قلی یعنی مقداری. بیا بده چه حسی داری؟ آقا الان قراره پا بزنیم. امروز پا داریم. لباس عوض کنیم میایم. بچه‌ها داش محمد چه تیپ استایل گنگی داره. بیا اینجا بیا جلو دوربین. داش محمد این یکی از تفریحاتمونه. ارزش سلامتی. بریمان بعد تمرین ما رو می‌بینی. چه باشگاه سرعالیه. بچه‌ها تموم شد. میخوایم بریم نهار بخوریم. آقا از این طبیعت لذت ببرید. ما داریم میرسیم سمت غذایی که میخوایم بخوریم.
آقا کسایی که میدونن ما داریم میریم سمبوسه اوبا. به قول از که هم ارزونه هم خوشمزه است. آقا ما بریم سفارش بدیم نیه. علاوه سمبوسا اینجا سرخ میخوا بشن، چقدر خوبه. آقا بگی اومد یه لحظه بچه حقیقتا هیچی خب بگو ببینم قیمتش چقدر بود؟ 35 35 یا 38 38 بود که بهش حقیقتا هوا خیلی گرمه. باشگاه هم اومدیم گوسنه بیدار شدیم. حالا بریم بخوابیم. بچه‌ها خب دیدید این چالش رو دیدید، فهمیدید بچه‌ها این چالش رو دیدید. با 50,000 تومان ما تونستیم سمبوسه بخوریم، نهارمون بخوریم، صبحونه بخوریم، تفریح مختصری هم کردیم و این یه روز ما بود. از سمبوسه هم یه ویدیو از براش میگیریم. سمبوسهش خیلی محشره، سمبوسه عقاب معروفه، خیلی معروفه. خب بچه‌ها اومدیم اینجا، یه آقای بیا داخل براتون طریقه سمبوسه درست کردن میخوام یاد بدم. یه آقای که مشتیای روزگاره تازه بمونم میخواد تخفیف مشتی بده. آدرسشو بگو. آدرسش دور میدونه به حالا چم آقا قربونه. منتظریم محمد مهدی سمبوسه ها رو بیاره. نگاش کنه، نگاه تیپ نگاه تیپ استایلش خدا. بنازم داشتی بنش بدیم. نظرت چینه؟ آقا بذار ساقه شده است که نظر من. اما بگیر. خب برگرد میخوای یه بزنم چجوره. آقا عرفا میشه لوری صحبت نکنیم؟ بزنیم ببینم چی کاری. آفرین. یکم هم زیاد داغه. خیلی خوبه. بذار قول میدم یه بار با خود عاشق پیتزاییه. درسته کمی گرونه ولی خوبه. بچه‌ها صاحب اینجا داشتم. سلام خدمت داداش آبجوی گلم، کسایی که کلیپو میبینن بیاید به بروجرد میدان بهشت سمبوسه آقا. سمبوسه ها خیلی خوشمزه ای داریم، هندونه هم بخورید برای سلامتیتون خوبه. داداش سابسکرایب کنید. سابسکرایب چیه؟ سابسکرایب کنید. قول داده یوتیوب یادم اومده بیام براتون چل بازی کنم. حلالت باشه دلبر. بچه‌ها فقط نگاهی صدا کنید. خب بچه‌ها تموم شد. خیلی خوشمزه بود، عالی بود. ممنونم که ما رو تماشا کردید. لطفاً لایک سابسکرایب یادتون نره، همه کاراشو انجام بدید. بچه اگر دوست داشتید تو کامنت ها بگید که یه روز هم با بودجه 10 میلیون تومانی میایم و کل روزو میگذرونیم. نظرته؟ ممنونم که ما رو تماشا کردید. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.